سوال چلوم: نوعهای توحید کدام هایند؟ جواب: توحید به سه نمود، به سه قسم تقسیم می شود. توحید ربوبیت، پروردگاری الله، یعنی اعتراف کردن به اینکه الله سبحانه و تعالی یگانه پروردگار و مدبر تدبیر کننده تمام امور و عالم است. و این توحید ربوبیت رو حتی کافران نیز اعتراف میکنند، چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد و کیست که گوشها و چشمها را صاحب است و کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده میبرارد و کیست که کارها را اداره میکند؟ پس البته که میگویند الله. فقول، پس بگو افلا تعقلون، آیا عقل نمیکنید؟ آیا نمیاندیشید؟ سوره یونس آیه 31. این قسمت اول از توحید است، توحید ربوبیت، که این را اکثر مردم قبول دارند. اما قسمت دوم از توحید الوهیت است، توحید عبادت، یعنی اخلاص عبادت تنها از برای الله سبحانه و تعالی قرار داده شود، نه برای هیچ مخلوق، نه برای پیامبران، فرشتگان، اولیاء، نه برای هیچ کس قرار داده نشود. معنای اله در زبان عرب کسی است که شایسته عبادت است و شایسته است که تمام نوع‌های عبادت برای او صرف کرده شود، نه برای غیرش. حتی مشرکان قبول میکردند و میپذیرفتند که الله اله آلیه ها است، اله خدایانشون است، ولی با همراهی الله اله بر این چیز الهان دیگر، الهان خودشان را نیز از صالحان، از فرشتگان، از پیامبران عبادت میکردند. بر الله شریک می آوردند، شرک قرار می دادند و با امید آن که شاید اینها در نزد الله آنها را شفاعت کنند. چگونه که مردم جاهلی که حاضر عملهای شرک را انجام میدهند و این اعتقاد را دارند. این اعتقاد را از ابو جهل، از ابو لهب، از گذشتگان خود تا حاضر میراث بردند و گمان میبرند که از این فعل اینها الله راضی است، در حالی که این عمل شرک است که کیها باز آنها را از دایره اسلام بیرون کرده است. اما توحید اسما و صفات قسمت سوم از توحید اسما و صفات، توحید نامها و صفات الله سبحانه و تعالی، یعنی اعتقاد کردن با اینکه الله سبحانه و تعالی نامها و صفاتهای زیبا و کامل دارد، صفاتهای زیبا و کامل دارد، چگونه ای که در کلامش این نامها و صفاتهای زیبایش را بر ما بیان کرده است، نامهای زیبا و صفاتهای کاملش را بر ما بیان کرده است، یا توسط پیامبرش صلی الله علیه و سلم بر ما رسانیده است، بدون تعویل و تغییر و انکار و میسازنی. پس نه توحید ربوبیت از انسان پذیرفته می شود، نه توحید الوهیت پذیرفته می شود، مگر اینکه تصدیق کاملی توحید اسما و صفات داشته باشد و از انسان اقرار ربوبیت الله سبحانه و تعالی پذیرفته نمی شود مگر اینکه به الوهیتش ایمان داشته باشد و الوهیت از او پذیرفته نمی شود مگر اینکه بر ربوبیت و اسما و صفات هم چیز اقرار تام داشته باشد، بدون تحریف و تغییر و تعویل و تشبیه ماننده. چون بعضی مشرکان در اعتراف ربوبیت و الوهیت بیشتر اعتراف میکردن از عاقل‌ترین این کسان این زمان، از عاقل‌ترین آن کسانی که صفات الله سبحانه و تعالی را در این زمان انکار میکنن. مشرکان آن زمان از اینها در با فراستر بودن، اعتراف میکردن، اعتقاد داشتن، باوری میکردن، انکار نمیکردن بعضی از صفات را. پس انکار صفات در این زمان، انکار صفات الله سبحانه و تعالی در این زمان در بین مردم، این عقیده جهمیه بسیار منتشر شده است. از این برحذر باشید. بلکه شخص مسلمان واقعی آن کس است که آن چیزی که در قرآن ثابت است، قرآن بیان کرده است، با او بدون چون چرا تسلیم است و فرمانبرداری میکند و تعویل تغییر نمیدهد آن را، خاصا صفات الله سبحانه و تعالی را.